سلام. این داستان چند سال پیش برای خودم اتفاق افتاد. من مهندس موتور کشتیم. کار موتوریه که گاهی ساعتها در تنهایی شب و نیمه شب در موتورخانه کار میکنیم. در حالی که صدها مایل از ساحل دوریم، درست وسط اقیانوس. یعنی در شعاع 100 کیلومتری ما اون شب هیچ بنا بشری بیدار نیست. به کانال تونل وحشت خوش اومدین. داستان من که در طول دوران چندین ساله کاریم فقط یک بار برام اتفاق افتاد. از اونجایی شروع شد که دم غروب افراد تعطیل شدن و من مأمور شدم تا موتورخونه یک کشتی رو در حالت اصطلاحاً UMS قرار دهم. UMS یعنی کنترل خودکار و نظارت از کابین شخصی. من چون کار داشتم چند ساعتی اضافه کاری کردم و بعد اومدم تا موتورخونه رو در حالت UMS قرار بدم. برای این امر باید چند کار رو انجام میدادم. بعد به پل فرماندهی تلفن میزدم و اطلاع میدادم و بعد به کابین شخصی خودم میرفتم. یکی از این کارها این بود که باید یک شیر مخصوص تانک هوا رو باز میکردم و تانک هوا تخلیه میشد. این کار رو کردم، ولی چون مدتی تخلیه کامل هوا طول میکشید و هوا به مناسبت حضور در نزدیکی خط استوا در اقیانوس هند به شدت گرم بود، با اتاق کنترل که همیشه خنک برگشتم تا تخلیه هوا که از طریق آلارم هشدار اطلاع داده میشه تکمیل بشه. چند دقیقه در اتاق کنترل موندم تا آلارم هشدار به صدا در اومد و بعد رفتم تا شیر تخلیه تانگو ببندم و کمپرسیور هوا رو خاموش کنم. اما به محض اینکه رسیدم متوجه شدم که شیر تخلیه بسته شده، در حالی که من چند ساعتی بود که تنها بودم و این باعث تعجب من شد. و بیخیالی زدم خودم و با خودم گفتم که شاید کار خودم بوده، ولی به شدت مشکوک و متعجب شده بودم. کارم رو تموم کردم و به کابین خودم رفتم. چند روز بعد دوباره بعد از اتمام روز کاری باز من اضافه کار موندم و پاسی هم از شب گذشته بود. در حالی که درگیر لوازم یدکی تقلبی بودم که باعث اصلی مشکل بود، چون تحریم ها 2 سالی شده بود که شروع شده بودن. از شدت عصبانیت، خستگی و ناامیدی به زمین و زمان در تنهایی خودم فحش‌های ناجور میدادم. از کارگاه موتورخونه خارج شدم. در ورود خروج کارگاه در مجاورت دیگ بخار کشتی قرار داشت و من بعد از چند قدمی حدوداً در سمت مقابل دیگ بخار قرار گرفته بودم و مشغول فحاشی به باعث بانی این مشکلات بودم که از کنار چشمم شخصی رو با لباس کار خودمون دیدم که از در کارگاه خارج شد. خیلی تعجب کردم و اول فکر کردم از ملوانان عرشه است که این موقع شب برای کار اومده. چند فحش آبدار تو دل خودم به اونی که بدون اجازه در این موقع شب که همه چی تعطیله وارد موتورخونه شده بود دادم، چون کسی داخل موتورخونه نیست. در واقع میشه گفت که ورود و خروج افراد غیر از افراد موتورخونه به موتورخونه باید اجازه داشته باشه. اما بعد حس کردم که اصلا این شخص که پشتش به من بود و من میشناسم، چون چند ماهی بود که در اون کشتی کار میکردم و همه افراد عرشه رو کاملا میشناختم، ولی خب اون شخص رو اصلا نمیشناختم. یه ذره تعجب کردم. یه لحظه بهش نگاه کردم که به آرومی به طرف پشت دیگه بخار میرفت. سرمو پایین انداختم و دوباره به فکر رفتم که چرا اونو نمیشناسم. بله، یه غریبه بود. اونم در اون شب وسط اقیانوس پر از موج. به شدت منو به ترس انداخت. دوباره بهش نگاه کردم. مردی مومشکی با لباس کارآبی موتورخونه که هیچ او رو بعد از چند ماه حضور در کشتی نمیشناختم. با آرومی از در خروج کارگاه بیرون اومده بود و به سمت پشت دیگ بخار در حرکت بود. یه لحظه پلک زدم و همین که چشم گشودم غیب شد. غیب شده بود کامل. غیر ممکن بود شخصی در یک فضای محدود و باز به این سرعت گم و گور بشه، اونم در عین واحد. ولی اون شد. به شدت ترسیدم و یاد خاطره چند روز قبل افتادم. به طرف اتاق کنترل فرار کردم. سعی کردم همه درها رو قفل کنم. قفل لعنتی خراب بود. به طرف صندلی خودم رو پرت کردم و تلفن رو برداشتم تا کمک بخوام. اما بعد فکر کردم که چی بگم آخه؟ منو شاید مسخره کنن.
و متهم به دروغگویی یا توهم یا ترسو بودن بشم. تصمیم گرفتم که گوشی رو بذارم کنار و شروع به خوندن آیت الکرسی و هر سوره‌ای که بلد بودم کردم. مردد مونده بودم و نمیدونستم چی کار کنم. از ترس به صندلی میخکوب شده بودم و جرأت نگاه کردن پشت پنجره رو نداشتم. تصمیم گرفتم که تا صبح همونجوری بمونم. 1-2 ساعتی که گذشت مدام مشغول خوندن آیت الکرسی بودم تا اینکه گرفتار احساس غذای حاجت شدم. اما خیلی مقاومت کردم، چون حتی میترسیدم از جام بلند شم، تا اینکه به مثانم فشار شدیدی وارد شد و دیدم دیگه هیچ چاره‌ای ندارم. تصمیم گرفتم که از اونجا فرار کنم. به سرعت فرار کردم و پشت سرمم نگاه نکردم. سرمو پایین انداختم و بدون در آوردن کفش کار و پوشیدن دمپایی چند 10 پله رو با سرعت پیمودم و خودمو به در کابین پرت کردم و درو بستم. از ترس داشتم میمردم. خیلی ترسیده بودم. خب حقم داشتم. ساعت پیش مرد غیرعادی رو دیدم که موهای مشکی داشت که به صورت ناگهانی غیب شد. واقعا غیرعادی بود. فردا صبح در حالی که هنوز ترس در وجودم زوزه میکشید سر کار اومدم. همه مشغول صحبت از هر دری بودند و منتظر مهندس دوم تا کار روزانه هر شخص رو مشخص کنه. خیلی مردد بودم که راجب دیشب بگم یا نه. در نهایت خجالت کشیدم و به روی خودم نیاوردم. اما آن روزهای بعد نه به سمت دیگ بخار و نه به سمت طبقات مجاور اونجا رفتم و نه جرأت رفتن به طبقات پایین موتورخونه برای انجام بررسی ها و بازدیدهای معمول از دستگاه رو داشتم و نه دیگه دوست داشتم با وجود مشکلات فنی زیاد اضافه کاری کنم. تا ایران حداقل 2 هفته راه بود و من مردد مونده بودم که چی کار کنم. تا اینکه یه روز نزدیکای ظهر که برای استراحت به اتاق کنترل اومدم اتفاقی دیدم که یکی از بچه‌ها با بقیه در مورد گذشته نچندان دور و عجیب این کشتی صحبت میکنه. مثل اینکه چند وقت قبل، یعنی قبلتر از ورود ما به کشتی، حداقل 2 تیم دیگه هم اینجا بودن. این 2 تیم به خاطر مسائل ماوراءطبیعی که اونجا رخ داده بود با فاصله تقریبا کوتاه از هم با اصراری تمامی خدمه از ناخدا سرمهندس پایین ترین رده ملوانا رو خارج میکنن. بعد هم گویا پای امام جمعه وقت بوشهر و دعا نویس و اینجور مسائل به کشتی باز میشه و گویا با اومدن اونا کار به ظاهر حل شده و مشکلات برطرف شده. من که با شنیدن این داستان جرأت پیدا کرده بودم، بلا فاصله اتفاقی که چند وقت پیش برایم افتاده بود و برای بقیه عنوان کردم. اول با انکارشون مواجه شدم، اما یکی از همکارم که اتفاقا آدم درست حسابیم بود و اهل دروغ و درنگم نبود به من گفت لباس کار طرف سفید بود مگه نه؟ من از این حرفش خیلی تعجب کردم، ولی بعد چند لحظه فکر کردم و گفتم نه آبی بود. همکارم کمی چشاش گرد شد و بهم گفت مشک وزوزی و بور بود دیگه. منم با یه لحظه فکر گفتم نه، موهای مشکی و لخت و مرتبی داشت. با این حرف همکارم که گویی از زیر و بم این ماجرا کاملا مطلع بود با چشمان از حدقه در اومده از تعجب و ترس به بقیه گفت مثل این که خبراییه. بله، او داشت با اون سوالات انحرافی صداقت منو میسنجید. بعد از این قضیه بچه‌ها روی یک مقوای بزرگ آیت الکرسی بزرگ نوشتن و به در پروفیل روم چسبوندن و من هم دیگه چیز خاصی ندیدم. ولی از اضافه کار موندن و رفتن به طبقات اطراف دیگ بخار همچنان پرهیز می کردم. حالا چه اتفاقی در ابتدا برای تیم اول افتاده بود و از چند نفر شنیدم براتون میگم. اولین حادثه برای همدوری من که اهل مازندران اتفاق افتاده بود. بیشترش رو فراموش کردم، ولی در یکی از موارد به گفته خودش هنگامی که به تنهایی در حال کار در کارگاه کشتی بوده پشتش به در ورود خروج بوده، ناگهان از پشت سرش یک لوله آهنی بزرگ به طرفش پرتاب میشه که از کنار گوشش رد میشه و به دیواره کارگاه برخورد میکنه. بلافاصله برمیگرده تا عامل این شوخی مسخره رو پیدا کنه، ولی کسی رو نمیبینه. پس با خودش فکر میکنه که لابا طرف به سرعت از کارگاه فرار کرده.
پس به سرعت به طرف کارگاه میره. سایه فردی رو میبینه که از راه پله پشت دیگ بخار به طرف بالا در حال رفتنه. به سرعت به تعقیب شخص مورد نظر میپردازه و به چند متری او که لباس کاری مثل ما تنش بوده میرسه که ناگهان شخص به پشت یک تانک میپیچه. همداری من که از گیر انداختن این شخص خیلی خوشحال بوده به پشت تانک که بنبست بوده میپیچه، ولی با ناباوری هیچ چیز اونجا نمیبینه. از ترس به خودش میپیچه و فرار رو به قرار ترجیح میده. وقتی به بقیه میرسه حالت غش بهش دست میده و بعد از به هوش اومدن واقعه رو تعریف میکنه. در ابتدا کسی باور نمیکنه. یه مدت بعد حادثه عجیبی برای یه مهندس برق میفته. بدین صورت که یکی از افراد کشتی رو در نزدیکی کابین خودش میبینه و بعد به طبقه بالا میره و همون شخص رو داخل اتاق خودش میبینه. ازش میپرسه که چطور زودتر از خودش از پایین خودش رو به بالا رسونده. در کمال تعجب شخص میگه که اصلاً پایین نبوده. اینجاست که مهندس برق از ترس غش میکنه و مثل اینکه چند حادثه دیگه همینجوری اتفاق میفته که در نهایت به خاطر وحشت زیادی که خدمه بهشون وارد شده به سرعت اون کشتی رو ترک میکنن. در شب‌های آخر تمامی خدمه در یک مکان شبا با هم میخوابیدن و از هم دور نمیشدن. حالا اگه علت وقوع این پدیده رو از من میپرسید، جوابم به شما حضور خدمه هندی و پاکستانیه. در واقع با شروع تحریم‌ها خدمه خارجی به تدریج حذف شدن که با ظهور این حوادث مرتبطه. تا جایی که خاطرم هست خدمه هندی و پاکستانی بعضیاشون با خودشون دعا و ورد برای خود می آوردن تا گره گشای کارشون باشه. من از کارهای خارق‌العاده‌شون در کشتی زیاد شنیده بودم که مثلا با یک ورد مشکل دستگاه پیچیده‌ای رو حل می‌کردن و از این نوع موارد. من خودم شاهد بودم. داخل یک کشتی بودیم که سرمهندس پاکستانی داشتیم. سرمهندس مسلمان بود و خودش یه دعایی رو روی یک تکیه مقوا نوشته بود و آورده بود. در اتاق کنترل دعا رو نصب کرد و وقتی ازش دلیلش رو پرسیدیم گفت برای دفع بلا از خود دستگاه‌های کشتیه. خودم شاهد بودم. تا روزی که مهندس حاضر بود حتی یک مشکل فنی حاد هم پیش نیومد، ولی از فردای رفتن مهندس ناگهان همه چیز با هم خراب شد، با اینکه ما اصلاً به دعا دست نزدیم. این بود داستان من که واقعاً برام رخ داده بود. بعد از رسیدن به ایران از اون کشتی پیاده شدم و دیگه هیچ وقت به اون کشتی بر نگشتم.